بچه‌ها چطوری؟ در پیس اینجاست خفن پر انرژی. آقا میخواستم در مورد همین ویدیو باهاتون صحبت کنم. این دفعه دیگه باور کنید جدی خدایی میخوام دیگه ویدیو بذارم. واقعا خیلی وقت کانالو دارم. بچه‌ها ببینید من همش میام جی تی ای بذارم برقا میره. الان ساعت یکه ببینیم آجی برقا میره یا نه دیگه. ببینیم برقا بنده حاجی 13:01 است. الان برقا فکر کنم 3 میره. برقا 3 میره یا 5. شاید مثلا امروز نبرن، ولی معلوم نیست. الان داشتم مرحله جی تی ای میرفتم خاموش کردم گفتم ساعت 1 برقا نره بازی مرحله ها سیو نشه دیگه، بعد از اول برم دیگه. رفتم الان بعد دیگه آره دیگه بچه میخواستم بگم ویدیوهای جی تی ای مون داره شروع میشه. من شماره ترور رو نداشتم تو جی تی ای به خاطر همون یه مرحله رفتم دیگه. الان باز شده ترورم دیگه. ترورم تو ویدیومون هست. و اینکه داستانی داریم. اولین داستانیش اینه که داستانو بذار براتون توضیح بدم. من از فرودگاه میام، لامار منتظر منه. من فرودگاه تازه وارد لس آنتوس میشم. لامار مثلا همش میگه که سلام چطوری فرانکلین، اینجوری اونجوری، آمریکا اینجوریه. میگم داستان یکم اینجوریه دیگه. خیلی حال میده. اگه باشه خیلی خوبه. آره خیلی بازی جذابه بچه‌ها، بازی جذابه. و اینکه داستان میخوام بذارم. من حالا چند تا داستانم پیدا کردم برای جی تی ای داخل پی اس که اونا رو براتون بذارم و کلی چیزای دیگه. و اینکه بله یه تو این چند وقت هم یکم سرمون شلوغ بود. بایستا ببین ویدیو بعدی هم حتما یه فیلم کوتاه میگیرم داستان براتون میذارم. لایک ساب فراموش نشه، زنگوله هم رو آل بذارید که هر وقت ویدیوهای داستانی و چیز دیگه گذاشتم خبردار شید و لطفا حمایت کنید. مرسی، خدا نگهدار.